پرورده مرا دامان وطن، از آب وطن، از نان وطن. امروز به دردش میگردم با جان و تنم، درمان وطن، قربان وطن. خمیرا جان، من امروز امر اقبال آمدیم شیخ جلال. مناطق سیل زده اینجا خودتان میبینید که به مردم خانه مانده و نیکاشانه هیچ چیز نمانده. سیلا سرتان بخیر دیر شد. بخیر باشید، میدا باشید. هم رقم تیشی دیگه کشی دیری میدا باشید. دست خود تلفات ندادیم؟ دادیم از رقم چیه خدا قطع شش میدگیش طرف دادیم رفت بدل. والله هیچ کس نمانده؟ نه هیچ کس نمانده، باقی هیچ یک چوارش مانده؟ چوارش مانده که اونم یک قطع یک لباس و یک قطع. خودت بیادر شد؟ بله آخر. خدا واره ببخشه به شما هم صبر جمیل بده. خداوند نمی 1000 پر بگیرین از طرف کمیته آواز است، نمی رو بگیرین برای از ما یک چیز خیرات کنید. سلام علیکم مادر جان، خوب هستی؟ جانک جور بخیر؟ خانه خیرتی است؟ لا شکر، لا شکر، خیر و خیرتی دل جمعی. 4 داد یک شهید دادم، یک شوهر مست، یک بچه جوان مست، یک دختر جوان قیشتکا کشید. آینه مادر جان خیلی 1000 پس طرف کمیته آواز است برتان میره. یک چیز کم از دیگه نمیره از طرف ما قبول کنی. خمیرا جان اینجا می قریه دیگه است، مربوط شیخ جلال میشه که اینو تو خانه و ایران شده کلگیش مالال مردم برده. اینا مادر جان این 1000 پر از طرف انجمن آواز است، نمیره بی یگان چیز خواسته چیز که ضرورت داری برش. دیده خیمه چرا شده؟ به خاطر که خانه آب برست سیلاب چی کده خانه مانه کنسته برده. خمیرا جان اینجا را منطقه به نام منطقه لقی ها یاد میشه. شیخ جلال خلاص کردیم، حالا آمدیم در منطقه لقی ها. این خانه است که سیل برده هیچ چیزی خودت میبینی که نمانده باشم. اینمی 1000 روپیه که مسئول مدسی آواز است، اینمی 1000 باشه پرکای در خرچ خوراک بچی بالا زمین بالا نرفت. جور بخیر خانه خیرتی این سیل آمده که شما 1000 افغانی را بگیرین که از طرف کمیته آواز است. برتان یک برنج روغن سرباز وطن ایستاده به پا، سرباز وطن ایستاده به پا.